در گوشه‌های مختلف پاکستان تظاهرات اعتراضی بر ضد نشر کاریکاتورهای پیغمبر دین اسلام در مجله هجوی شارلی ابدو که هفته روان به تب رسیده اند دایر شد. در پشاور اعتراضگران راه را بسته شعارهای دینی و محکوم کننده مجله را زمزمه می کردند. در شهر کراچی اعتراض به خشونت پیچید و یک عکسبردار خبرگزاری فرانس پرس از تیر سلاح جراحت برداشت. هفته گذشته در نتیجه حمله سلاح به دستان بالای اداره شارلی ابدو در شهر پاریژ 12 نفر به هلاکت رسیدند. در اولین شماره بعد حمله مجله به کاریکاتورهای پیغمبر دین اسلام روی آورد. در پایتخت مکدونیا شهر اسکوپیه خبرنگاران در نزد دادگاه اپلیاسیونی جمع شده بر ضد تصدیق حکم حبس خبرنگار تومیسلاو کیزارووسکی صدا بلند کردند. کیزارووسکی سال 2013 با جرم آشکار نمودن هویت شاهد زیر حمایه دولت در یک محاکمه پرونده کشتار حبس شده بود. دادگاه اپلیاسیونی حکم او را از 4.5 تا 2 سال پایین برد. شارحان میگویند هدف از قضیه کیزارووسکی ترسانیدن روزنامه‌نگاران در عین روند تعقیب رسانه‌های خبری در مکدونیا می باشد. در شهر کیف به مناسبت اولین سالگرد قبول قانون‌های محدود کننده آزادی‌ها گردهمایی برپا شد. قانون‌های محدود کننده حق جمع آمدها و آزادی مطبوعات را رژیم سابق اوکراین قبول کرد ولی بعداً آنها لغو شدند. هدف از اعتراض روز جمعه هشدار از تکرار قبول این گونه قانون‌ها در آینده بوده است. در نماز جمعه مسجدهای قرقیزستان موعظه خاص در مسئله حفظ کودکان ارائه شد. 2 روز پیش یک کودک 2 ساله بعد لطوکوب از طرف خویشاوندانش در حال بیهوشی به شفاخانه انتقال یافته بود.